بیماری گمز چیه؟ بریم توضیحاتی رو در مورد بیماری گمز عرض کنم خدمتتون. اول اینکه گمز اسم یه علامته، یعنی خودش بیماری نیست. مثلا قارچ‌ها، شبه قارچ‌ها، باکتری‌ها و شانکرها میتونن باعث گمز بشن. حتی آسیب‌های مکانیکی یا تنش در یک گیاه میتونه باعث گمز بشه. در واقع گمز به معنی خارج شدن صمغ از درخته و همیشه نشان بیماری نیست. البته که بیماری میتونه باعث خروج صمغ از درخت بشه. مثلا ما تو این درخت خروج صمغ رو نمیبینیم، اما گیاه آلوده به قارچ سیتوسپراست. پس گمز صرفاً دلیل بر بیمار بودن گیاه، حالا یه عده میگن پوسیدگی ریشه که قارچ فیتوفترا درست میکنه، یا بیماری تنه که قارچ سیتوسپورا میتونه ایجاد کنه. پس نیاز به نشانه های دقیق داریم که بتونیم بگیم یه گیاه آلوده به قارچه. صرفاً گمز نمیتونه تایید کنه که گیاه آلوده به قارچ هستش و باید شرایط دیگر رو هم در نظر گرفت.